السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیزم، در یک مسئله فکر و نظر خود میخوام بحر شما ابراز بکنم و این هم مسئله سیاست است. با بسیاری از برادران ما حرف میزنم، با ما میگن راستی گپ همشون در یک نظرم که سیاست مقصد فساد است، این است اون است. ما نظر خود میخوام بگم که مقصد میگه، بعد یک قسم دیگهش میگه سیاست مدارا شیطانن. میگه نه، چنین نیسته. سیاست هست. در سیاست به دو قسم، همین سیاست مدارا به دو قسم جدا میشن. روسا میگن مقصد در زبان لهجه مقصد سیاست مدارا دنیا کلپتوکراتیا وجود دارد و مریتوکراتیا. کلپتوکرات ها همشان آدمای فساد زده هستند و دولت هایی که مثال گپ کلپتوکراتی هستند دولت های فساد زده هم. وقتی مریتوکرات ها دولت هایی هستند که مقصد فساد زده نیستند و بدون فساد مقصد دولتشون بنیاد میکنند. و در دولت مریتوکراتی هم مقصد کلپتوکرات ها وجود دارند و در دولت کلپتوکراتی هم مریتوکرات ها وجود دارند. ولی اصلا اگر سیاست بگیریم، سیاست با اساس سیاست این کاری نیست که مقصد ما بگیم که همشون مقصد کلپتوکراتن و مثال گپ فساد زدن. برای این نظر شما مقصد نظر درست نمیشود. همچنان که در زندگی آدم خوب دیده میشه، آدم بد دیده میشه، در سیاست مدارا هم در بینشون مثال گپ آدم خوب هم دارن و آدم بد هم دارن. ولی این انتخاب در دست ما است که ما آدمی خوب انتخاب بکنیم و یا آدمی بد. چنین فهمیش ما اگر آدمی مقصد خوب انتخاب بکنیم مقصد ما وضعیت ما خوبتر میشه. اگر فهمیش ما نرسه و یک آدمی بد مقصد بالای خودمون حاکم بکنیم، این مقصد وضعیت ما را جزیر میکنه. خداوند یار و مددگار شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.